شاید به میکروفون رو بستین قربان. بازه. بچه ها یه چک بکنید توی میکسرتون. رفقا صدا شاید میوته. صدای سردآور. یک دو. مرسی بفرم. متشکرم. خسته نباشید بچه. ببخشید اگه وقت افتاد. حالت بدن آزاد بیسید. ایکس 128 یه خورده جفتر. احسن. جفت بازو از روبرو. متشکرم. قفسه از بغل. فیگور پشت بازو. بسیار ممنون. برگردیم به پشت. جفت بازو از پشت. ممنونم. برگردین زیر بغل از روبرو. شماره 4 جاتو با 128 عوض کن. زیر بغل از روبرو بگیرید. متشکرم. جفت بازو از روبرو. قفسه از بغل. بسیار ممنون. برگردیم به پشت. جفت بازو از پشت. بسیار ممنون. برگردیم از روبرو. 128 جاتو با 89 عوض کن. خب متشکرم. یه بار دیگه جفت بازو از روبرو. زیر بغل از روبرو. فیگور شکم و ران پا. یه بار دیگه برگردیم به پشت. جفت بازو. بسیار ممنون. 1 دقیقه فرصت دارید بهترین فیگوراتون رو بگیرید. موزیک. موزیک. خب به افتخارشون یه دست بزنید خواهش میکنم. خیلی ممنونم. بفرمایید. گیمز کلاسیک بزرگسالان لطفاً لباس شخصی بیرون از محوطه باشه. لباس شخصی یا تو محوطه است یا جایگاه تماشاچی. لباس شخصی نباشه. اینجوری لباس شخصی بیاد داخل ما 10 شب هم از اینجا نمیریم بیرون. گیمز ورزشکاران محترم بادی کلاسیک، پیشکسوتان، جوانان، بزرگسالان آماده باشن لطفاً. ورزشکاران محترم بادی کلاسیک، پیشکسوتان، جوانان، بزرگسالان همه آماده باشن. به محض اینکه دوستان با لباس شخصی رفتن ما رقابت‌ها رو آغاز می‌کنیم. آقای سفرپور و آقای داوودزاده عزیز ممنونم از حضورتون روی صحنه. خیلی سپاسگزارم. خدا به شما سلامتی بده.
تمامی لباس شخصی ها از کنار صحنه و پشت صحنه باید خارج بشن، برن توی محوطه یا جایگاه تماشاچی. ورزشکاران محترم بادی کلاسیک خودتون اذیت میشن، هم تو رژیم بودن هم الان بدنشون رو گرم کردن آمادن برای اینکه بیان روی صحنه و واقعا اذیت میشن. اولین رقابتی که قراره انجام بشه بادی کلاسیک پیشکسوتان 40 تا 44 ساله. عزیزان پیشکسوت در رشته بادی کلاسیک 40 تا 44 آماده باشن. ورزشکاران محترم پیشکسوتان، جوانان و بزرگسالان بادی کلاسیک لطفاً آماده باشن برای اومدن روی صحنه. اول رقابت‌های پیشکسوتان بادی کلاسیک 40 تا 44 سال رو انجام میدیم. 40 تا 44 سال پیشکسوتان بادی کلاسیک. من باید یه سپاسگزاری هم بکنم از همه رفقام در مجموعه اکو، صوت، نور، تلویزیون مجموعه کیمیا به رهبری آقای مهندس مسعود چمن عزیزم و همه رفقای درجه یکم. یه تشکر از آقای مؤمنی عزیز بابت کارگردانی تصاویر LED و همه رفقای عزیزم که دارن تلاش میکنن. خب ما انشاءالله میخوایم رقابت‌های بادی کلاسیک پیشکسوتان 40 تا 44 سال رو آغاز بکنیم. بادی کلاسیک پیشکسوتان 40 تا 44 سال. آقایان محمود منبینی با شماره 44، روح الله شرفی با شماره 323، علی شکراللهی با شماره 344 و محسن هنرجو با شماره 334. به افتخار همشون دست بزنید. خوش آمدید. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید عزیزانم. درود بر شما ورزشکاران پیشکسوت با اخلاق درجه 1 و دقیق. ببین همشون آمادن. ماشاءالله بهتون. یه دست عالی به افتخارشون بزنید. استاد نصاری عزیز خدمت شما. متشکرم. خسته نباش آقا سهیل. دوستان خیلی خوش آمدید. خسته نباشید. ایکس از روبرو بیسید. متشکرم. جفت بازو از روبرو. بسیار ممنون. قفسه از بغل. متشکرم. برگردیم به پشت. جفت بازو از پشت. متشکر. برگردی از روبرو. زیر بغل از روبرو. فیگور شکم و ران پا. بسیار ممنون. شماره 344 جاتو با 334 عوض بکن. شماره 323 با 44 جابجا شو. یه بار دیگه جفت بازو از روبرو. ممنونم. قفسه از بغل. برگردیم به پشت.
جفت بازو از پشت. متشکرم. برگردین روبرو. فیگور شکم و ران پا. جفت بازو از روبرو. بسیار عالی. 1 دقیقه فرصت دارید بهترین فیگوراتون رو بگید. موزیک. خیلی ممنونم. بادی کلاسیک پیشکسوتان 45 تا 49 سال. بفرمایید. خیلی ممنونم. بفرمایید. خسته نباشید. یه دست عالی به افتخارشون بزنید. خدا قوت. بادی کلاسیک پیشکسوتان 45 تا 49 سال آقای علی باوی عرب با شماره 322. بفرمایید آقای باوی عرب عزیز. شماره 322 جناب آقای علی باوی عرب عزیز. استاد نصاری عزیز بفرمایید. متشکرم. آقای باوی بهترین فیگوراتون رو لطف کنید بگیرین. ماشاءالله عالی. یه شکم هم بگیر برامون. بسیار عالی. خسته نباشید. لطف کنید تشویقشون بکنید. بفرمایید. یه دست عالی به افتخارشون بزنید. سپاسگزارم. بریم سراغ ورزشکاران بادی کلاسیک جوانان 16 تا 20 سال. جان جوانان. بله 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 بله. جوانان 16 تا 20 سال. آقایان شایان شهنیان پور با شماره 321، رضا حیاتی با شماره 329 و آقای پارسا غلامی نژاد با شماره 71. بفرمایید روی صحنه برای رقابت لطفاً. شماره 71 پارسا غلامی نژاد. آقای نصاری عزیز خدمت شماییم. بسیار ممنون آقا سهیل. خسته نباشید. لطف بکنید ایکس از روبرو. متشکرم. جفت بازو از روبرو. سه نفرن عزیز. اسم و فامیل شریفت چیه آقا؟ شماره 347 بیدم تو دسته بعدی آقا. 347 آقای بهوند.
آی بهمن اسم کوچیکیت چیه؟ بیا بالا. خب ایکسی از روبرو بیسید. متشکرم. جفت بازو از روبرو. قفسه از بغل. بسیار ممنون. برگردیم به پشت. جفت بازو از پشت. متشکرم. برگردیم از روبرو. زیر بغل از روبرو. فیگور شکم و ران پا. متشکرم. وقت دارید با 1 دقیقه بهترین فیگوراتون رو بگیرید. موزیک. خیلی ممنونم. یه دست به افتخارشون بزنین. بادی کلاسیک جوانان 21 تا 23 سال. بفرمایید لطفاً. بفرمایید آقای بهمن. بفرمایید دوستان. بادی کلاسیک جوانان 21 تا 23 سال. آقایان افشین حاجی پور با شماره 47، سعید موسوی با شماره 340، علیرضا سلولانی عزیز با شماره 343، آقای صبحان وثوقی زاده با شماره 346 و آقای صالح حاجیان عزیز با شماره 351. آقای صالح حاجیان. بله خیلی ممنونم. استاد نصاری عزیز خدمت شمایید. متشکرم. آقای مرادی یه خورده فاصله هاشون رو تنظیم بکنین. لطفاً ورزشکاران بادی کلاسیک بزرگسالان آماده باشن برای رقابت. تمامی ورزشکاران بادی کلاسیک بزرگسالان آماده باشن برای رقابت لطفاً. خب خوش آمدید بچه ها. ایکسی از روبرو. بسیار ممنون. جفت بازو از روبرو. متشکرم. قفسه از بغل. متشکرم. برگردیم به پشت. جفت بازو از پشت. متشکرم. برگردید. شماره 47 جاتو با 346 عوض کن. شماره 343 جاتو با شماره 340 عوض کن. جفت بازو از روبرو. بسیار ممنون. زیر بغل از روبرو. $351 جاتو با 47 عوض کن. شماره 343 جاتو با 47 عوض کن. متشکرم. بریم جفت بازو از روبرو. متشکرم. قفسه از بغل.
بسیار ممنون. برگردیم به پشت. جفت بازو از پشت. بسیار ممنون. برگردین روبرو. فیگور شکم و ران پا. ممنونم. لطف کنید 1 دقیقه فرصت دارید بهترین فیگوراتون رو بگیرید. موزیک. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم. یه دست به افتخارشون بزنین.